خیلی خوب. ممنونم که بخش کوچیکی از تیم ما شدین. همه حرفه‌ای هستیم و شرایطو میدونیم. میخوام این نقشه رو انجام بدیم. سریع میریم داخل و آروم میایم بیرون. همه حواسشون رو جمع کنن. حواستون به همه چی باشه چون ما همدیگر رو نمیشناسیم. حالا بیاین یه نگاه دقیقی به نقشه بندازیم. میدونیم با توجه به مکان نقشه، کارکنان و شاهدا و کلا بعضی چیزا یکم پیچیدن. میدونیم که یه نقشه ساده‌تر ممکنه کارآمدتر باشه. نظر شما چیه؟ ما باید بریم داخل، نگهبان رو رد کنیم و از در جلویی وارد شیم. باید نگهبان‌ها رو بزنیم کنار. من میرم سراغشون. 50 ثانیه بعد شما میایید داخل. میخوام رو کارکنان فشار بیارید، ولی با مشتریا آرومتر رفتار بکنید باشه؟ یه نفر تو اتاق کنترل اونو میخوام. بعدش من و شما مشغول خالی کردن قفسه ها میشیم. کلا 90 ثانیه وقت داریم. من و فرانکلینم و اوزارو کنترل میکنیم. سوالی هست؟ همگی موفق باشین. بریم. خودشه، بیاین بریم. برو موتورا رو بیار، زود باش. بریم. خانوم ها، آقایان، الان وقت تلافیه. لطفاً مجبورم نکنید تمام عملهای زیبایی که انجام دادید و از بین ببرم. بخوابید روی زمین. واسه آخرین بار میگم حرکت کن. از جلوی چشم گم شو. روزی 1000 تا چیز یادت میره. سعی کن اینم یکی از اونها باشه. جلوی رودخونه میبینمت. برو. بریم سراغش. زود باشید، لستر منتظرمونه. هی رفقا، باید پخشیم. ممکنه بیان دنبالمون. وقتی جواهر فروش رفت خبرتون میکنم. دیوونگیه رفیق، الان چی کار بعد از کنیم؟ اینجا بریم. مراقب خودتون باشین. کارت خوب بود بچه جون. چی بهت گفتم لستر؟ خیلی خوب، برید پی کارتون. هی فرانکلین، من و لستر یه سری کارا داریم که میخوایم جفت جورش کنیم. بعدش میخوایم جشن بگیریم. تو هم بمون باشه؟ باشه. نه پسر، دوباره برگشتیم سر کارمون. نو هی چطوری اومدی؟ رفیق؟ همه چی خوبه؟ همه چی خوبه؟ معلومه که خیلی خفن بود. ناره خیلی خفن بودیم. بیا جشن بگیریم. لستر رفت جواهرها رو بفروشه. یکی رو میشناسه که همه رو عالی میخره. ممکنه بعد از اینکه پول این دیوونه یه مکزیکی رو دادیم یکم هم پول برای خودمون بمونه. نوش جان. پس نقشتی نره؟ امیدوارم. کل نقشه هر کی دربارش میدونه، همه چی. شما چه مرگتونه؟ دیوی، خیلی وقته که ندیدمت. ترور چی؟ اگه اون دیوونه بفهمه تو زنده ای حساب تو میرسه. متوجه حرفا میشی یا نه؟ نگران اون نباش، اون مرده. باید مرده باشه. در ضمن راجع به هر چی که داری میگی به من ربطی نداره. آره. جدی؟ همینجا میخوایم قدم بعدی رو برداریم. فقط تاثیرگذار نیست، بلکه این یک انقلابه. آره، من سر کار بودم و به یارو گفتم هی تکون بخور. من چیزی راجبش نمیدونم. خیلی ترسناک بود. ما یکی از جوانترین تیم‌های کاری دنیا رو داریم. چیزی لازم نداری عزیزم؟ ترو عزیزم، میخوای بریم یه چیزی بخوریم؟ بیخیال شد جانی، بیخیال. دوباره برگشت اینجا؟ دارم با تو حرف میزنم عوضی. بیخیال شد جانی، من بهش گفتم ترو. حسابتا میرسم. خیالت راحت ولش کن جانی، ولش کن. اون حق نداشته بیاد اینجا. حق نداشته، نباید میومد. حسابشو میرسم. جانی ولش کن، بیخیال شد. من بیخیال هیچی نمیشم. ترور، دارم با تو حرف میزنم عوضی. جداً؟ چه میگی؟ گفتم نباید میومدی اینجا. خب باید یه جایی میموندم. دوست داشتی بیام خونه تو؟ مشکل الان همینه؟ دفعه بعدی مهمون تو میشم گاو چرون، خوبه؟ فکر میکنی خیلی بامزه‌ای؟ خفه شو!
من بهش گفتم بیخیال بشه. بهش گفتم تمومش کنه. خفه شو ران. میخوام یه درس حسابی بهش بدم. مگه نگفت چرون؟ تا یادت بمونه که دفعه بعدی چطور برخورد کنی. لعنت بهت ترور. ازت متنفرم. اشکال نداره گاوچرون. میفهمم. بیخیال. منظوری نداشتم، فقط میخواستم. میدونم. خرابکاری کردم. میدونم گاوچرون. چیزی نیست مرد. بیا بغلم. لعنتی عوضی. میدونی داری با کی حرف میزنی؟ میدونی؟ داری با من حرف میزنی. آشغال عوضی. جانی دفعه بعد اینجا نبینمت. حتی روحتم نبینم. آشغال. پاشو گمش از اینجا. برو. لعنت به همتون. جانی صبر کن. لعنتی. هی جانی دنبالت میگشت. میدونی همین الان چی کار کردم؟ همین 10 دقیقه پیش جنازه‌شو تو جاده دیدم. نابودش این بارم کردم. بخوای سر به سر جانی بزنی بعد جوری قاطی میکنه ها. جدی؟ اینطور فکر میکنی؟ جدا؟ پس نظرت چیه بریم نظر خودشو بپرسیم؟ ای گاوچرون، دوست داری دوباره با من در بیافتی؟ ببخشید چی گفتی؟ نه دوست نداری؟ چون تو الان مردی و تنها چیزی که ازت مونده تیکه از مغز سرته که کف پوتین من چسبیده بود. خیلی ازت ممنونم گاوچرون. داری زر میزنی. دوست دارم اینجوری فکر کنی دانیل. اون اولین جنازه این گروه بود برادرها. نظرتون چیه با هم دیگه کنار بیایم؟ به نظر میاد یه چیزی میخوای بگی نه؟ میخوای چیزی بگی؟ زر زده باشی. دارین کجا میرین رفقا؟ بزنیم بریم خانوما. اگه اون عوضی دنبال دهر سر باشن بلایی سرشون میارم که یادشون نره. اون ونم رفت ولی بیخیال. موتوریا نشستن. اونا موتوریا اونجا. بریم دنبالشون. کم بشینین رفقا. ببینم قیافه هاشون رو دیدی؟ ترسناکن مگه نه؟ احمقای بیارزه. میخوایم بریم حسابشون رو برسیم. این ماشین به چند تا کمربند و ترمز نیاز داره. اصلا مثلا مهم نیست. آروم برو. بعید میدونم بتونیم موتوریا رو زیر بگیریم رئیس. منظورم اینه که خفشا. آروم برو. من نمیتونم ببینم چه خبره. بارا کنار. بیا بالا دیگه. خیلی عقب افتادیم. زود باش. داری صبرمو میسنجی؟ از سمت چپ برو، شاید تونستیم از روی سرشون بپریم. وایسین! میدونی کجا میخوان برن؟ حس میکنم ولی باید مطمئن بشم. به محض اینکه مطمئن شدی منو ویدا تو راهن پیاده کن. شاید تونستیم چپا پیدا کنیم تا کارشون رو تموم کنن. خودمون همین کارو میکنیم ران. خود ما. حالا دنبال این یارو میریم تا بقیه‌شون رو پیدا کنیم. بیخیا. کجا داری میری؟ ببین اونجا رو ببین. دیدمشون. خودشه. ما رو همینجا پیاده کن. ببین اونجا رو ببین. موفق شدید ترور. دارن وای میستن. حواستون به ورودی ها باشه پسرا. هیچ که بدون اجازه من حق رفتن نداره. حل داداش. خیالت راحت. نگران نباش مرد. برو خیالت راحت.
حیف گلوله هایی که برای شما حروم کردم. آماده شلیک. گفتم آماده شلیک بشین. یادت رفت چطور از تفنگت استفاده کنی؟ اینهاش بیاین بیدارش کنیم. با کامیون؟ نه بیخیال، کل کشور زیر دست اورتگاس. دیگه نیست. بزن بریم. اورتگا. اورتگا. اورتگای لعنتی. اورتگا. تا چه مرگت تو رو بر؟ این رفیق عوضی منه. تو بیارزه‌ای. تو و دار و دستت به درد نمیخورین. همه اسلحه ها و مهمات این منطقه باید متعلق به ترور فیلیپس باشه. فهمیدی؟ اینجا خودم به حسابت میرسم. یه چیزی بگو با عقل جور در بیاد. بهش فکر کن. من همیشه حالم بهتر شد. از ماشین پیاده شو ران. باید فکر کنم. بودو. خیلی خوب بابا. بعد گفتم اون مال من بود. من خودم برده بودم. ممنوعه. این دوتا چی؟ هر کی ببره از ما جایزه میگیره. آفرین. بیا این بار ورود ممنوعش کنی. آره فیلمشو داری. نمیتونم اونو ورود ممنوع کنم، اون شوهرمه. اون جای پسرته. احساس نمی کنی داری زیادی حرف میزنی عزیزم؟ حالا هرچی، من شوهرتو نجات دادم. حالا یه چیزی بده بخورم. یه قرار مهم دارم. ولی هر کی از رفقات بیاد تو کافه من قسم میخورم دیگه تو رو راه نمیدم. آقای فیلیپس. ببین کی اینجاست. بله آقای چنگ، از دیدنتون خوشحالم. من مترجم آقای چنگم. ایشون آقای چنگ. وای حالم خیلی بده. شما ها همتون اسپانیایی حرف میزنید. آره آقای چنگم همینطور. از دیدن شما خیلی خوشبخته. آره معلومه. میدونی چیه؟ خیلی خوشحالم تو رو میبینم. اگه وقت داری بریم با هم یه دوری بزنیم. این بهترین روز زندگیمه. آره این احمق چه مرگشه. عاشق این آهنگم. عاشق این آهنگ. هورا. من میرم. نه نرو. خواهش میکنم، التماست میکنم. اگه بری پدرش منو میکشه. چرا باید برام مهم باشه؟ ولی ما شنیدیم ترور فیلیپس آدم خیلی مهمی تو منطقه است. ما پول خوبی بهتون میدیم، با هم کنار میایم، شریک میشیم و پول گنده‌ای در میاریم. دارم پرواز میکنم. خب بیا تجهیزاتمو نشونت بدم. مرسی تا اینجا ویدیو رو دیدید. خوشحال میشم با لایک و کامنت حمایتتون رو نشون بدید و یادتون نره گیم شویی بمونید.